راستی گپ دیروز با یک برادرم صحبت شدیم. گفت هنگامی که پسرچه‌ام با مادرم هم صحبت می شود بین آنها من ترجمان هستم. به نهایت سختم رسید. گفتم که ای برادر، میدونی که پایه ملت بقای ملت است، صبح پرنور و صفای ملت است. گر نمیدونی که چیست این پایه هر دم در صدای ملت است. او بله بیشک زبانی مادری است، کن در این عالم بهای ملت است. آخر هر کجایی باشه کو تو بیاموزش به فرزندان خیش، افتخار و فضای ملت است. با لفظ بیگانه اگر چنده رواست، مادری این یک هوای ملت است. بس دیگر تقلیدی از بیگانگان، این دل باز از صدای ملت است. شاعری رشته فدای این زبان باب سرای ملت است. در آخر به نهایت علامم کرد و گفتم خفه نشو. زهر بادا شیری مادر بر کسی کو زبانی مادری گم کرده است. زبانی مادری من، کلامی حافظی من، سعدی من، اشقری من. زبانی مادری من.